گفت بعد گفت بشیجا بچه حضرت عمر این چه خیلی من در روبروی تو میشینم و تو نصیحت میکنم همچه یک برادریم و همچه یک فرزند همچه یک مخلیص همچه یک محب اما حضرت همشنان گفت که همین گفت خبازتون لخبزی این نونکی گفت سفید دیدی نه گفت نونکی ملای میخشو همین رو گفت همین پختای غسالتون لیسیابی این رو گفت این لباسکوی تو دیگه چرک پرگ نیست گفت همین شوشت است مرزعتون لیولدی این گودکاکوی که پریده گشته سنگو شکمبکوشون سید خب همین خدمتی همیه گفت بعد از اون این جوها که گفت میبینی تازه که کشتگیم همین رفتایی خب نمی خونه میبینی همین فقیرانه ما را پاسبانش گفت همین نگاش میکنن من سهر که بیگاه میبرم همه همین مال ملک من همین نگاه میکنن بگو های همه بولوش همین بچم که همین شهوتی که طغیان داره این با میام تا همین آرامش میکنم گو دیدی ولی مقصد ما هم چیه که مقصد من همینه که عبدالرحمن که مادامی حافظ قرآن های خواهرچه که در نکاش میداره حافظ قرآن های خدا کنه که همون توفیق عمل کردن شده شما باشه و جمعتون جمع نیک کنه بخیر کنه و آینده بینتون با فرزندای خوب و فرزندای نیک به وجود بیاره برادر عزیز عبدالرحمن شما که اگر حفظ قرآن که دارین خدای مهربان در قرآن میگه و عاشرهن بالمعروف این و عاشرهن بالمعروف الله از بالای 7 طبقه زمین آسمان چی میگه؟ میگه که عبدالرحمن باید که این خواهرچه را که در نکاحش در آورده باید مناسبت خوب داشته باشه با او این مناسبت باید چه مناسبت خوب باشه مناسبتی دغلانه نباشه مناسبتی مثال بسیار درشت نباشه اینا برادر عزیز یک چیز عبدالرحمن جون که اگر همین مصلحت پدرت بته یا گویم من بتون یا خسرت بته میتونی که خیلی چهله و خیلی با عقل خیلی سوده بری خیلی بگوی مقصد خیلی گفتن همیان انسانن ولی این دستوری هست که ای نزد الله های ایره تو حقی بگیم اگر با شرطی که همین دستور اگر تو بشکنی تو اگر مقصد بی اهمیتی کردی اگر تو دیگر خواهی نخواهی انسان برای اطاعت نکردنش گناهگار می شود خدا تر سپارش رسه که با این مناسبت خوب کرد میگه فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ اگر با شرطی که در زندگی ای دستی خواهرچه کم کم اذیت بکشی کم کم پرابلمت کنه خب بسیاره که حاضر قطعی مادرها ساز نمیگیرن قطعی خواهرچه ها ساز نمیگیرن در خارج خیلی که یکی نفهمی میشود الله میگه فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا این خدای مهربان میگه عبدالرحمن در همین حالت هم حق مقصد خلاصه براری با طلاق نداره خلاصه براره قطعی و تکش بشینه و چکش کرد میگه که نشید خداوند که نیاره ایره من مثال زدیستم الله خدای مهربان همه خشیای زندگی را نصیبت کنه من برای فهمیش برای درکتون
که الله مهربان گفته که اگر مبادایی که همچنان شید میگه در خلاصش باید ایرا جای نکنه که خلاصیش با طلاق باشه. یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خدا میگه در همین صبری که در همین صبری که مقصد عبدالرحمن میکنه، بعضی سختی ها در صبر میکنه، خدا میگه در همین خیری بسیاره. ولی بعضی مفسران میگن که بعضی ها زن میگیرن میگن میارن که میگن معقولش نمیشوه. معقول چی نمیشوه؟ میبینن میگن خیلی بچه او قدر چشموش بیزی ایره بی لو دهنش نمیشوه. مقصد میده هست که در این روزا تاجیک مایی گپا هست که مقصد زیباگیش با موافق نمیه. بعد چکا میکنن؟ بعد میگن که ای آدم باید ما جدا شیم. الله میگه که شاید میگن شاید از همین زنی که برای تو سیمای او معقول نیامد، سیماش معقول نیامد، شاید که من از این برای تو فرزندایی بتون که از اوی که تو در مقصد داری ای اوی خیلی فرزند گرفته نتونی. ممکنه هست دادر عزیز عبدالرحمن زنهایی که بسیار دیو سیما هن، بدرو هن، لیکن بینیهایت خدمتگار خوب هن. بسیار بسیار زنهای خوب هن، دخترک های بینیهایت خوب هن. هست دخترهایی که بسیار مثال زیبا هن، بسیار خوشرو هن، ولی در زندگی قطعی اونا حیات بردن بسیار مشکله. بسیار همین شیخ سعدی میگفت ببور از پری چهره زیشت خوی. اگر با شرطی که زیشت خوی باشه میگه، زیشت فعل باشه ببور از او میگه. بین اگر چی بین چهره ببور از پری چهره. پری چهره اینه که زیشت خویه، فعلی بیزیب داره، رفتاری بیزیب داره، حرکتای بیجا داره، میگه ببور از او ببور. نمیشه میگه زنی دیو سیمای خوش طبع جوی. زنی که اگر همون خصلت خوب داره، رفتاری خوب داره، میگه دیو سیما هم که باشه، بدرو هم که باشه، همون را میگه انتخاب کن. همین الله مهربان چی گفت؟ گفت باید همچنان باشی. پیامبر نازنین من چی میگه؟ میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. پیامبر میگه عبدالرحمن این هشت در سرت بگی، میگه لا یفرق، هیچگاه غضبناک نشه. میگه همین زندگی هایی که در اون نافهمی باشه در بین پیامبران هم بود. همین اویشه مادر مونه حکایه میکنن، میگه روزها میشید تا بگاه با پیامبر قهری بود. روز بگاه میشید ملالی بدالی در بینشون. برای میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا. میگه با بعضی مثال رفتارها و کردارهایی که در خانه از جانب زن میشود در حال میگه غضبناک نشه، رضی منها آخر. اگر ما بادای این کارش که معقول نامد، با کار دیگرش میگه معقولت میاد. یعنی همه کار در سر یک کار نیار. حضرت عمر عبدالرحمن جان اگر همه ما تو را جمع کنن، یک گردک پای حضرت عمر نمیشیم، یک گردکش. یکی وقتی که جناب ذهبی در کتاب کبایرش چی میاره قصه را، میگه وقتی مرد رفت خواست که ایزن شکایت کنه، آمد که حضرت عمر واری آدم همچنان شیشتگی زنک بالای سرش در خونده است. وقتی حالت دید میگه عمر که برادر عزیز پیامبر چی گفته است؟ گفته است که جعل الله الحق علی لسانه و قلبی. خدا حقیقت در زبان و در دل عمر گذاشته گه.
ببین با همین قدر برادری عزیز همین گوییم همین غیرت و با همین قدر وقارشون چیکار کردن میگه زنک برای سرش گپ زیستن وقتی این مرد که دید بگیم امیدش کم دیگه خیلی گفت همون قدر کاری که در سری میم قید در سری میم همون قیوخی ایراده گشتن کرد که میگه حضرت منش کرد گفت بچم یکون تینی گفت همون مسئله درما بود در همین شما بوده است دیگه حجت بیانش نیست گفت بعد گفت بشیجه بچم حضرت عمر این چه خیلی من در روبروی تو میشینم و تو نصیحت میکنم همچه یک برادریم و همچه یک فرزند همچه یک مخلیص همچه یک محیب همه حضرت همشینان گفت که همین گفت خبازتون لخبزی این نونکی گفت سفیده دیدی نه گفت نونکی ملای میکشو همین رو گفت همین پختای غسالتون لیسیابی این رو گفت این لباسکوی تولیچه چل پرگ نیست گفت همین شوشته است مرزعتون لیولدی این گودکاکوی که پریده گشته سنگور شکم بکشون سید خب همین خدمت همیه گفت بعد از اون این جوه که گفت میبینی تازه که کشتگیم همین رفته خب نمی خانه میبینی همین فقیرانه ما را پاسبانش گفت همین نگاش میکنن من سهر که بیگاه میبرم همه همین مال ملک من همین نگاه میکنن بگو همه بروش همین بچم که همین شهوتی که طغیان داره بین با میوم تا همین آرامش میکنن گفت دیدی چند قشی چند مسئله شید گفت همین از زبانش چه گفت خیلی قیقه گفت شلپر میشوه با میره و پای کارش این خدمتاش اگه اول پیشی نظر بیارن بعد همون گفگردانی اکشا بین یعنی یک کارکش همینجا اگر مینوسه باشه چند پینوسه دیگه داره کن آدم باید یک طرفه باها نتکن ما باید عبدالرحمن جان اگه ما امروز در همین درونی همین مردمیم ما ایکرین بسیار طلباتی وزبینی بد داریم بسیار طلباتی وزبین داریم ما عجیبیم که قانون شریعت قطعی بگیم نمیکنیم ما قانون شریعت در ما نیست تقصیر ما فقط همین چیزی که خواهشات نفس خودمانه همون را ما جاری میکنیم برای همین خیلی هم برادرای عزیز از روی بگیم اکو انصاف و عدل هم نیست